شما وقتی تنفس صحیح و انجام دادید، بعدش ما میایم روی تون و لحن صدا صحبت میکنیم. این که با چه سرعتی باید صحبت کنم، خیلی جالبه که بهتون بگم. من در کلاسایی که سرعت صحبت کردن درس میدم با تمام گروه‌های سنی، وقتی که شروع میکنم به تند حرف زدن یا تند خوندن، یعنی با سرعت خیلی زیاد که اصلا شما فکرشو نمیتونین بکنین با صدای بلند شروع کنم به خوندن یا حرف زدن، همه تحمل میکنن. هر چقدر سرعت من بیشتر میشه، احساس لذت خاصی توی چشماشون معلومه. چرا؟ چون جهان سرعت شده. ما دیگه تحمل 2 ثانیه هم نداریم. یه زمانی نمیدونم شما شاید یادتون نیاد، ولی ما کامپیوتری که روشن میکردیم، میرفتیم یه چایی برای خودمون میریختیم، میومدیم میدیدیم هنوز بالا نیومده، میرفتیم مثلا پیاز داغ میگرفتیم، میومدیم میدیدیم هنوز بالا نیومده. ما به صبر کردن عادت کرده بودیم، ولی امروز اصلا تحمل این که بگم به 1/100 ثانیه، کسری از ثانیه بخواد موبایل ما رو معطل کنه یا فیلتر شکن وصل نشه یا اینترنت ضعیف باشه، ما چی میشیم؟ واقعا متلاشی میشیم از درون، حالمون بد میشه. و دقیقا همین رو من توی کلاس‌ها در سنین مختلف میبینم، از 5 سال بگید تا 60 سال. سرعت زیاد، هر چقدر تو بیشتر تندتر میخونی اون بیشتر لذت میبره. ولی در مقابلش یه تکنیک داریم که تکنیک کند خواندنه یا کند حرف زدنه. وقتی من شروع میکنم به کند حرف زدن، یه خط اولو همه گوش میکنن، 2 خط اولو گوش میکنن، 3 خط دیگه، به 3 خط نمیرسه چون دیگه عصبی میشن، میگن عجله کن، چی میگی؟ چرا انقدر یواش حرف میزنی؟ چرا انقدر آروم آروم صحبت میکنیم؟ خب ما از این تکنیک چه استفاده میکنیم؟ وقتی که من میبینم مخاطب داره از دست من خارج میشه توجهش و حواسش داره پرت میشه، چون باید اون گلدن تایم رو بهتون بگم که چقدر اون زمان اهمیت داره، اون لحظه من میتونم از سرعت صدام استفاده کنم، یکم تندتر حرف بزنم، یا اگه احساس کردم که حواس بقیه کم شده نسبت به من، چیکار کنم؟ شروع کنم به آروم و شمرده تر صحبت کردن. این تکنیکیه که من میتونم توش 100 نفر رو که سر کلاس نشستن و آروم نگه دارم. تا میبینم شروع کردم با بغل دستشون به صحبت کردن، سر کلاس دانشگاه چیکار میکنم؟ شروع میکنم به شمرده تر حرف زدن. چون شمرده تر حرف زدن یعنی یه اتفاقی داره خارج از اون منطقه مغز من، ذهن من میفته. من باید چیکار کنم؟ حواسم رو جمع کنم. شاید یه خطری داره من تهدید میکنه، چون من در دنیای سرعت دارم زندگی میکنم. چی شد یهویی استاپ شد، یهویی متوقف شد، چرا اینقدر کند؟ همین ویژگی رو ما توی تون صدا هم داریم، یعنی بلند صحبت کردن یا آروم صحبت کردن.